غذاهای مختلف از کشورهای مختلف آسیایی. ورودی نداره، رایگان می باشه، ولی اگر غذا میل داشته باشین غذاها فروخته میشه. غذاهای مختلف از همه کشورهای آسیایی، درینک های مختلف بدون الکل. و اگر هر کس که الکل علاقه‌مند داره، اینا کلا یک جای جداگانه درست کردن. در اون طرف هم یک برنامه مختلف دارن. هنوز اینجا نرفتم، باز که رفتم براتون ویدیو روان میکنم.